بریم با هم دیگه چیزکیک یله‌ای درست کنیم. 2 بسته بیسکویت پتی پول 120 گرم کره رو بهش اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. بعد موادمون رو داخل قالب میریزیم و با گوشتکوب یا قاشق فشار میدیم تا یه سطح 1 دستی رو به ما بده و بعد 30 دقیقه داخل یخچال میذاریم. آب سرد رو به ژلاتینمون اضافه میکنیم، هم میزنیم و روی بخار کتری میذاریم تا 1 دست بشه. پنیر ماسکارپونه یا ویدیمون رو هم میزنیم، بهش خامه اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. 2 تا قاشق شکر اضافه میکنیم و ژلاتینمون رو کم کم بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. هم میزنیم تا به همچین بافتی برسیم. بعد میریم سراغ ژلمون. 1 بسته ژله با 1.5 لیوان آب جوش رو هم میزنیم و روی بخار کتری میذاریم تا 1 دست بشه. بعد مخلوط بیسکویتمون رو در میاریم از یخچال و مواد سفیدمون رو بهش اضافه میکنیم و با لیسک اون رو صاف میکنیم. میذاریم دوباره مجددا توی یخچال. از یخچال که در آوردیم ژلمون رو کم کم بهش اضافه میکنیم و با دونه‌های انار تزیینش میکنیم. نوش جان.